سلام، به زیر گنبد کبود خوش اومدید. اینجا ما از ناگفته‌های دینی و تاریخی میگیم و پرده از اسراری برمی‌داریم که کمتر کسی راجع به اونها میدونه. همه میدونیم که اگه آب به مدت 10 روز یه جا بمونه گندیده میشه، اما زیر حرم حضرت ابوالفضل سردابی هستش که آبش با وجود اینکه در ورودی اون بسته است مثل گلاب میمونه و در اطراف قبر مطهر حضرت حلقه زده و خیلی تازه و معطر باقی مونده. همینطور شواهدی هستش که نشون میده این آب خاصیت شفا دهنده داره و کورها رو بینا کرده و یه ویژگی عجیب دیگه هم که داره اینه که با وجود اینکه سطح آب بالاتر از قبر حضرت ابوالفضل هست، آب از دیواره قبر به داخل اون نفوذ نمیکنه. اگه شما هم میخوای بیشتر راجع به راز این سرداب بدونید تا آخر این ویدیو همراه ما باشید و کانال گنبد کبود رو هم سابسکرایب بکنید و زنگوله رو بزنید تا اگه باز هم زیر این گنبد خبری شد صداش به گوشتون برسه. شیخ عباس 74 ساله که 36 سال خادم حرم حضرت ابوالفضل عباس بوده در مورد راز جریان آب در اطراف قبر علمدار کربلا توضیحاتی داده که دونستنش خالی از لطف نیست. او گفته که قبلا 2 چشمه در سرداب مطهر وجود داشت و از 400 سال قبل که آب لوله کشی نبود این آب مرتب می جوشید و از یه طرف وارد و از طرف دیگه خارج می شده که مزه و طعم اون از بهترین آب معدنی امروز هم بهتر بود و اون سرداب پله داشت و مردم می اومدن و از اون به عنوان تبرک استفاده می کردن که آب در تابستان خنک و در زمستان گرم بود. اما یک فرد از خدا بیخبر اومد و به بهانه اینکه ترکی در دیوار حرم ابوالفضل پیدا شده گفت که میخوام آزمایش بکنم که این آب از کجا میاد و بعد از اون 2 چشم رو کور کرد و هرچه تلاش کردن اون چشمه دوباره احیا نشد. اما بعد از 2 ماه آب دوباره بالا اومد و به سرداب رسید و اون آب چشم‌های کور شده رو شفا میداد. از 50 سال قبل تا حالا این آب در یک سطح ثابت مونده و نه کم و نه زیاد میشه. شما به خوبی میدونید که اگه آب به مدت 10 روز جا بمونه گندیده میشه، اما این آب با وجود اینکه در ورودی اون بسته شده مثل گلاب میمونه و در اطراف قبر مطهر حضرت ابوالفضل حلقه زده و همچنان خیلی تازه و معطره. شیخ عباس همچنین گفته که در حال حاضر هم در بخش درب صاحب الزمان مرقد مطهر ابوالفضل علیه السلام پنجره کوچیک قرار داره که وصل به سرداب حرمه و اگه نگاه بکنید از اون مرتب بوی گلاب میاد و این همون آبی هستش که متاسفانه خادمان کنونی در ورودی اون و راه رسیدگی به سرداب رو روی زوار بستن. شیخ عباس راجع به ویژگی‌های آب این سرداب گفته که اولین که اگرچه راکده هرگز رنگ و طعمش از دست نرفته و گندیده نشده. دوم هم این که سطح آب بالاتر از قبر مطهر آقا ابوالفضل علیه السلام هستش و جالبه که آب از دیوار دور قبر به داخل نفوذ نمیکنه. علت این که بعضی از حرم‌های مطهر ائمه علیه السلام دارای سرداب هستند به خاطر این هستش که به مرور زمان زمین‌های اطراف حرم به خاطر ساخت و سازها در گذر زمان وزش باد و شرایط جوی از سطح حرم بالاتر اومده و به این دلیل سرداب ایجاد شده. به طور مثال در نجف اشرف علت این که حرم حضرت امیرالمومنین سرداب نداره به خاطر این هستش که حرم حضرت در بالاترین نقطه شهر واقع شده، اما توی کربلای معلا حرم حضرت سیدالشهدا و حرم حضرت ابوالفضل عباس در گودی واقع شده. اما این خادم در توضیح مشخصات سرداب حرم حضرت ابوالفضل این گونه گفته: بعد از اون که از صحن حرم وارد رواق میشید در ادامه شما وارد محدوده گنبد خانه میشید که میشه همین رواق ها رو در قسمت سرداب هم در نظر گرفت که با عرض 1.5 متر در 2 متر به صورت گنبدی پوشونده شده و قسمت پایین پای حضرت مسیری قرار داره که وارد محوطه گنبد خانه در قسمت سرداب میشه. معاون ستاد بازسازی عتبات عالیات راجع به مشخصات این سرداب میگن که محوطه داخل سرداب حرم حضرت تا ارتفاع حدود 1 متر و 10 سانتی در آب هستش و این قسمت از سرداب به گونه‌ای ساخته شده که 1 نفر بیشتر نمیتونه از اون عبور بکنه. فداکار از تجربه رفتن داخل سرداب میگه: وقتی که به قبر مطهر حضرت در سرداب رسیدیم من دست خودم رو به داخل آب بردم که به روی قبر مطهر حضرت ایستاده بود و جرعه‌ای از این آب نوشیدم. تا ارتفاع حدود 10 سانت به روی قبر مطهر حضرت آب ایستاده بود و به تمام مقدسات قسم تا اون لحظه از عمرم آبی گواراتر و زلالتر از اون آب ندیده بودم و ننوشیده بودم. در اون لحظاتی که در داخل سرداب حرم حضرت ابوالفضل عباس در حرکت بودیم کسی متوجه حال خودش نبود و با حرکاتمون آب موج برمی داشت. در اون لحظات این احساس به من دست داده بود که این آب در اطراف قبر به حضرت ابوالفضل التماس می کرد و اگر روزی پرده ها کنار بره حقایق بزرگی مشخص میشه. به واسطه این آب بود که حضرت ابوالفضل ساقی طفلان
طفلان عطشان حرم در کربلا ناامید شد و تصور میکنم که خداوند این گونه مقدر کرده که این آب باید برای سالیان سال همینطور دور قبر مطهر حضرت عباس دور بزنه و در اون لحظه تنها چیزی که از ذهنمون میگذشت این بود که آب در حال التماس کردن به حضرته. البته فداکار میگه که زمانی که به داخل سرداب حرم حضرت ابوالفضل رفته بودم زمستان بود. البته ممکنه که در فصل تابستان یا زمستان مقداری از سطح آب داخل سرداب تغییر بکنه و زمانی که در داخل سرداب حرکت میکنیم آب به ارتعاش در میاد و این تصور ایجاد میشه که آب در حال حرکته، اما در واقع آب ساکنه و طبق قانون طبیعت اگه آب برای مدت کوتاهی در جای راکد و ساکن بمونه سبزه میزنه و طعم و بو میگیره و امکان استفاده از اون وجود نداره. اما آب سرداب حرم حضرت ابوالفضل عباس زلالترین، شفافترین و گواراترین آب این عالم هستش. معاون اجرایی ستاد بازسازی عتبات عالیات با اشاره به قرار گرفتن بنای حرم حضرت ابوالفضل به روی این سرداب و آبی که همیشه در سرداب حضرت وجود داره خاطر نشان کرده که قطعاً ساختمان و بنایی که به روی آب بنا شده باشه بعد از گذشت این مدت زمان تخریب میشه و از بین میره، اما بنای حرم حضرت ابوالفضل از همون ابتدا به روی این سرداب و آب بنا شده و این امر تأثیر به روی استحکام حرم حضرت نداشته. خیلی از کم و کیف‌های این امر روشن نیست که این موضوع چیزی جز معجزه نمیتونه باشه. بدین ترتیب به پایان این برنامه از گنبد کبود رسیدیم. لطفاً این ویدیو رو لایک بکنید و برای دوستانتون به اشتراک بگذارید و اگر از این برنامه لذت بردید کانال ما رو سابسکرایب بکنید تا همیشه با هم همراه باشید. خدا نگهدار.